اتفاقا این موضوع رو بابک جان مطرح کرد و گفت که بله. باید ببینی دنبال چی میخوای، فقط بری بیرون خوش بگذرونی. سارا جان خود دنبال چی هستی؟ والا من دنبال چیز خاصی نیستم. بابک جان دنبال چیه؟ بعد حتما خودت نظرتو بگی. باید بگن، بچه‌هامون باید بگن دنبال چی هستن. باید هر چی که هست رو راست به هم دیگه بگیم. حتی اگه موضوع مربوط به این باشه که در مورد پایین‌تن است، بعد رو راست باشیم، با هم دیگه راحت باشیم. یعنی فکر نکنیم که اگر بگیم نه اینجوری خراب میشه، رابطه به هیچ جایی نمیرسه. کاری که همیشه من خودم میکردم و این به این نتیجه رسیدم غلط بوده. آهان، یعنی از اول یه جوری میرفتی جلو، اون چیزی که میخواستی تو وجودت بود و نمیگفتی، یه چیزایی رو میگفتی که اون قبول بکنه، یعنی گولش میزدی. درسته بابک جان؟ طرف مقابل تو. نمیشه بگی گولش میخواستم بزنم، میشه که میخوام مثلا کوچولو گولش میخواسته بزنه، علاقه درونش پیدا بشه، آها. به من علاقه پیدا کنه. خب. ولی خب اشتباه دیگه، آدم باید بله. از اول بگه چی میخواد. الان هم من هم بیننده ها متوجه نشدیم. تو بابک جان بالاخره اون چیزی رو که میخواستی میگفتی و بعد اتفاق نمیافتاد، به هم میخورد، یا نمیگفتی به هم میخورد؟ کدومش بود؟ خب آخه نمیرسید به اونجا که من بگم. خب و دوست داشتی بگی ولی نمیشد. آره دیگه نمیشد، ولی بازم یه چیزایی پیش میومد جلوتر، نمیشد. یعنی عیب و ایرادای دیگه میمد وسط. نه، سوالایی که معمولا توی دیت نمیپرسن. مثل چی؟ بگو ببیننده. مثل اینکه درآمدت چقدره. آها، یعنی خانوما از تو پرسیدن یا تو از نه خانوما؟ دارم دیتو میگم، این سوالایی که نباید پرسیده بشه. درسته. خب درآمدت چقدره؟ خب اگه یه خانومی بخواد اصلا بدونه که پارتنرش چی کاره هست، چطوری باید بفهمه؟ براش مهمه که بدونه که وقت تو رو بگیره یا وقت تو رو نگیره. درسته سارا جان؟ بله. خب اولش که نباید این سوالا رو بپرسه که. دو تا دوست معمولی، انگار دو تا دوست معمولی هستین، دارین میرین جایی، با هم می‌خواین صحبت کنین راجع به مسئله‌ای. ولی اگر از هم خوششون بیاد قطعا باید بپرسن، به خاطر اینکه اگرم نپرسن شاید 2-3 دفعه دیگه با تو تایم بذارن، با هم برید بیرون، ولی تو در اصل شغل چیزی نباشه که اون دوست داشته باشه. پس کی باید بپرسه؟